داشتم جلوی خودم بد نشه، فهمیدی؟ بیا پا رو ببین. آقا میخوام برم بالا کاردیو بزنم، ولش کن. آخه چیزه، آخه درست نیست. سالم من میخوام ورزش بکنم، میخوام سرار باشم. اودن ها، ای آتش فشان مذاب زده بالا. واو، درخت داری که بیار کن. آجی داشتیم تا صبح خواب این طرف رو میدیدیم، گاییده شدیم بابا. زندگی خودمون رو داشتیم میکردیم و تو رویا داشتیم با رو 20 سال حال میکردیم. آجی درد سر شد اصلا برای ما، خارش رو گاییدم اصلا دیگه. حال و سله جان هیچ کی رو ندارم بخورم. یعنی اگه واقعا الان مونیکا بلوچی هم بیاد میگم بگیر بابا خار کسه، برو دنبال کارت برو دنبال کارت با. میخوام من با لباسامو شب بشورم، میدونی چرا؟ چون این سری الی برم با حاجی گفتم حاجی گفت چیه؟ گفتم حاجی من میخوام ورزش بکنم، های بریم رستوران اونو، های بریم رستوران اینو. آقا من هیچ رستورانی نمیخوام برم. من الی خونه خریدم که فکر نکنم اومدم مسافرت، که فکر کنم اونجا دارم خونه 5 باری شریکیم با خونه رو. حالا فهمیدی؟ ولی الان دوباره مسافرت شده. بزنیم من دقیقه این شورت هم دقیقه سایمای نیفته اینجا. یه تمرین کنم ساعت 9 این یارو میاد، آرایشگره میاد. بعد میخوایم با حاجی با بنز بریم سر کار، یه رانندگی بکنه حاجی معمار باشه. این ساختمونای قدیم زمان شاهی بنز داره، شیرمرد. آقا این پیج اینستاگرام من برای من ایمیل میاد که یکی داره ایمیل منو میزنه ریست پسورد. آقا کسکش، ما دیگه الان با دیگه هکری در ایران نیست دیگه، من نشناسم دیگه با همه رفیق شدیم دورا دور. ولش کن، این دیگه احتمالاً هکر نیست، این یعنی 4 تا کسخل پسخلن. چیکار داری بچه؟ بشین سر جات دیگه کنکش. نظم پسورد مسمورد رو باز میزنی کیر خر درست میکنی. با داریم ما زندگی میکنیم با مردم بابا. من الانم که آجی خودم درگیر عشق و عاشقی ام، اصلا دیگه این سری بره دیگه باید میرم اصلا دیگه کس خار یوتیوب و موتیوب و دیشب 4 ساعت بیرون نشسته بودم آجی، به قرآنم مجید دهنم گاهید. خیلی دوست دارم لایو بذارم، نرم باشگاه لایو بذارم. چی صحبت بکن حاجی. الان دیدم خونه حسین تویی رو دیشب زدن حاجی. بابا گناه داشتیم بچه بابا، این همه برو کنسرت 20 سالو بخون زندگی این بچه رو گرفتیم بردیم. این بیچاره یه دار زندگی یارو رو گرفتن بردن که ای بابا. حسین جان الان بهت زنگ میزنم، من الان خواب بیدار شدم. حاجی خواستم این احساسم رو با کل این 6-7 نفر خدایی اصلا بابا. این حسین جان اگه رفتی بسکتبال خونت زدن یه خارکسته همین دوروبره حاجی، بگرد تو دوروبر پیدا کن بگو کیه، من برات ردیفش. ای وا حاجی حسین واقعا بچه خوبی حاجی، حق بدبخت سید خار آدمو میگاد. این که میدونین ول نمیکنه که حاجی. انقدرم حاجی بچه مهربون خوبیه، انقدر حالم گرفته شد. ای بیچاره حال لس آنجلس من گاییدم بابا. چیه بابا؟ هیوستون بهتره. از ببینم من اصلا ساعت ماه دیگه نبرم الی، چون اینا میخوام بیان دست من ببرن. من خارکوزه خودم نکاشت و درو میکردم. این ساعت کار کرده منه، یعنی بخواد این ساعت ببره باید کتف من رو بندازه. کسی هم که بخواد کتف من رو بندازه اصلا به کتف من نمیرسه، من فرار میکنم اما اول. الان شما فکر کردید من مثلا کتف اون رو بخوام بندازم. آقا ولی یه چیزی من امروز به شما میگم، من که نمیدونم اون 2 دادا شاید خارجی بودم ولی مطمئنم از طرف آشنا بوده. خب نمیدونم، من فرضیات دارم کسیشرم اینجوری میگم. ولی حسین تویی سید بچه خوبیه، خار مادر آدمو میگاد. این از من نصیحت. اگر ایرانی هست این کارو کرده 1% من میبینی خودت ببر با کار دعوت
آره اگر فکر میکنی که آشنا بودی و گرفتی بردی، در جریان باش که این سیده و آدم خوبیه، آیش خواهر صاحب بچه رو میگاد، خودت ببر بهش تحویل بده و یه عذرخواهی هم ازش بکن، تمام بشه بره. اگر که آشنایی، اگر هم که آشنا نیستی خارجی هستی که یعنی واقعا کیرم دو کست خواهرت. آره خارجی رو میترسم اونجوری بگم این موقع چیز بشه، این موقع بد شدیم بیچاره، خیلی زحمه بابا. یارو رفت یک مد این همه اینور بابا. حاجی حسین بچه خوبیه، از بیرون نگاهش نکنین حالا فکر می‌کنین یه موقع چیزی میگه و فلان دیگه. خب آرتیسته یارو دیگه، بچه خیلی خوبیه، ناموسن اینو بهتون راست میگم، خیلی دلصاف و بنده خدا. گناه داشت بیچاره، حالا من گرفته شد. اینو بگوشم حالا دیگه سفید و زرد بد نیست. آقا یه سری دایرکت گرفتم گفتن که این آقای که نه دیگه امیر تتلو، حاجی من با آهنگاش خیلی حال میکنم، دوباره عرض میکنم خودش شاید نزدیکی باش برخورد ندارم ولی آهنگاش اکثرا آهنگای تا 2-3 سال پیش همه رو حفظن. بعد آقایون شما به من میگین حمایت بکن، من اگر حمایت بکنم اون بنده اولا که احتیاج به حمایت من نره، خودش گردان آدم پشتشه. خب بعد حمایت من، مگه من پسر آقای ببخشید آیت الله بهجت هستم زنگ بزنم آقای خامنه‌ای این جان بابا اگه من بکنم که بدتر میشه، که من خودم 8 گروه 9 تا ترکیه خواهی نمیکنم بیام که. فهمیدی چی رو شد؟ من خودم تا ترکیه میخوام بیام میترسم وقت نکنه الکی ما رو بگیرم به گایدم بدم فلان اینا. من نمیدونم ولی خب بسی هم بگم بهتون، این امروز یادتون باشه این کاری که این آقا کرد، من دارم میگم به عنوان خواننده کسخل صداشم ولی باش برخورد ندارم. من خودم از اینجا آدم خوبیم ولی یکی بیاد 2 روز بغل من باشه آدم کسچریم. خب بی‌حوصله‌ام، بددهنم، حال ندارم ولی اینجا خوبم. منم از دور باش کسخل صداشم باش خیلی حال میکنم ولی از نزدیک نمیشناسم. خب این کاری که کرد 1-2 سال دیگه تمام این صحبت ها میخوابه، تمام میشه میره و هیچ کم اعدام نخواهد کرد. برای چی کار کرد بنده خدا اعدامش کنم؟ با فوش که بعد بیرا که کسی اعدام نمیشه، اینم کاری با کسی نداشته که میاد بیرون و بعد اینا همه میشه خاطرات، یه خاطرات بزرگی میشه. آره کار بزرگی کرد. ایوالا قربانت. این زنه چرا رفت این رو؟ آرش کیه یه رو؟ بگیرش بندازش پایین، از اون بالا پرتشون پایین. حاجی تو جیم خوابیده، میگه میخوام بدنم مثل بروسلی کنم. بعد میگه آقا اگر طرفداری هست که غمه، گفت که حاجی میگه اگر طرفداری تو اله هست که از این غمه های ستایی داره میخواد مثل بروس خط گفت رو پیرن حاجی بنداز اینجوری با 3 تا با کی صحبت داره میکنه؟ با کی این؟ با شما؟ حاجی چی شده؟ حاجی بابا خواهر کسه. حاجی میخوام چون دیگه شما رو خیلی دوست دارم و خیلی وقت با همیم، من داداش من هیچ دینی ندارم، فهمیدی؟ من انسانم دیگه، با هم نوعان خودم خوبم، اون بهترین دینه، فهمیدی؟ آره اصلا اهل هیچ کسبازی نیستم، هیچ. یه چیزی دارم چند سال باهامه، با بعداً تحویلش بدم به کسی دیگه. تمام انرژیمو من این میگیرم. حالا فکر نکنین چون دست آخوندام از همه خارکسته بازی در میارن، نه این دست آخوندی نبوده، این دست یه آدم درویشی بوده رسیده به من، بعد منم میرسه به هر کسی دیگه. اینه نگاش بکن به قرآن، هر انرژی داری بذار توش بهت میده. من که خود میدونی اهل کسچر نیستم، این از توش در اومده دست نمیزنم بهش، فهمیدی؟ هر روز یه ماچ
حاجی من احساس میکنم که با این قشنگ داداش نگاه کنین، من میخوام این 5-6 میلیون نفر قشنگ یه انرژی، من این دست بهش نمیزنم. خب حاجی تمام اگه این یه روزی زبونش در بیاد، این همه زندگی منو میدونه، از قدیم، از 5 سالگی، تو از اون بچگی دادیم کردیم زدیم گرفتیم خوردیم، هر چی که هست نیست. خب هر چی هم که ازش بخوام به من میده دیگه. حاجی اومدم امروز ذره نگاش کنم، یه ذره انرژی بگیرم. چیزی ازش نمیخوام چون هنوز آماده نیستم برای اون چیزی که میخوام. آره ولی دیگه حاجی کسبازی از امروز دیگه نمیخوام بکنم حاجی، میخوام فوکس بکنم با همونی که باش حال میکنم، میخوام برسم به همون. راه داره، اگه انسان باشم راه داره، باید آدم بهتری بشم. آره اینو پس نگاه کنین، هر موقع دلتون خواست بگین دوباره به شما نشون بدم. خیلی خفن حاجی. آقا یه موقع فکر نکنیم مثلا این پول و مول و اینا، نه برادر، پول باید خواهر کون تنگ بکنی پول داری، با این انگشتر رو نمیدونم دست قطع و اینا پول مول در نمیاد. داره این برای یه سری چون داستان اینه که شما اولین چیز اینجا من جوراب نوم دارم که من فکر کنم جوراب ندارم، اینا نوه، خود اینا رو بپوشیم دیگه، ولی چی اینجا سلکی بزن اینا رو وا کنم همینجا باشه دیگه. بعد راحت باختار بابا ان کسافت لجن. دوش نمیگیرم چون باید برم آرشپور و دمانمونه بشونیم بده با مردم میبینم. اون خاطره رو میخواستم تعریف بکنم، اصلا حالشم ندارم و برادر رو چی خاطره. فردا بریم تولد من یادتون نره 26 دی. آره فعلا خداحافظ.